اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، همتون را به خاطر الله دوست دارم و خواهم داشت و شما جزو بهترین سرمایه های زندگی من هستید. توفیقاتتون مستدام و همیشه در پناه و حفظ الله باشید. روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شدند و جمعی از اصحاب را دیدند که در جلسه‌ای دوستانه دور هم نشسته بودند. خطاب به آنها فرمودند: چه چیزی شما را دور هم جمع کرده؟ گفتند: جمع شدیم تا درباره نعمت‌هایی که الله متعال توسط اسلام بر ما منت گذاشتن بررسی کنیم. آن حضرت فرمودند: شما را به الله قسم می‌دهم، آیا چیز دیگری بجز این شما را دور هم جمع نکرده است؟ گفتند: به خدا قسم، بجز این چیزی دیگری نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: والله به خاطر این شما را قسم ندادم که متهمتان کنم، لیکن جبرائیل امین نزد من آمد و به من خبر داد که الله متعال به شما بندگانش در برابر فرشتگان مباهات می کنند. سبحان الله. خداوند تبارک و تعالی به بندگانش در مقابل فرشتگان پاک و معصوم مباهات می کنند. به خاطر چی؟ به خاطر نشستی که برای امور دین و بررسی نعمتهای خدا در خانه خدا برگزار کرده بودند. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، چقدر ما نیاز به این نشست‌های خیرخواهانه و هدفمند و خداپسندانه داریم. نشست‌هایی که فرصت‌های پیش رو را بررسی و برنامه‌ریزی و غنیمت شمرده و با تعاون و همکاری و توکل به خدا حد اکثر استفاده و بهره برداری را از آنها داشته باشیم. یکی از این فرصت‌های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است. این موسم خیری که خداوند تبارک و تعالی در منتهای مهربانی و خیرخواهی به بندگانش عنایت فرمودند. در حقیقت این یک توجه خاص و ویژه است از جانب پروردگار عزیز و دوست داشتنی که این طور بندگانش را با چنین برنامه‌های نورانی و روحانی نوازش و آنها را با رمضان نور باران و رحمت باران می کند. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. پروردگارا، حمد و ثنایی که شایسته جلال و کبریا و جایگاه عظیم و فرمانروایی تو باشد از آن توست. اللهم لك الحمد على جمیع نعمك. پروردگارا، به خاطر همه نعمت‌ها تو را سپاس و حمد و ثنا می‌گوییم. چطوری باید ما این نعمت بزرگ را پاسخگو باشیم؟ قطعاً هرچه نعمت بزرگتر باشد، مسئولیت ما را هم بزرگتر و سنگین‌تر می‌کند. پناه می‌بریم به خدا. لا حول ولا قوة الا بالله. پروردگارا، همونطوری که نعمت را خودت عطا فرمودی،
ظرفیت و شکر آن را هم خودت عطا بفرما. پروردگارا کمکمون کن و به همون توفیق بده تا بنده شکرگزار و قدر شناس و مسئولیت پذیری باشیم و شرمنده این همه محبت ها و الطاف و عنایت ها و توجهات خاص تو نباشیم و نعمت ها را با کفران جواب ندهیم. پناه به خدا. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، ماه رمضان آمد. رمضان فرصتی است برای تغییر و تبدیل، بله، تبدیل به احسن، و نه تنها برای کسب ثواب و حسنات و انجام عبادت‌هایی که غالباً به عادت نزدیکترن تا به عبادت. اللهم یا مدبر اللیل و النهار و یا محول الحول والاحوال حول حالنا جمیعا الى احسن الحال. ای تبدیل کننده لیل و نهار و ای چرخاننده حول و احوال، حال ما و تمامی بندگانت را به احسن الحال تبدیل بفرما. اللهم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان. پروردگارا در شعبان ما برکت قرار بده و ما را به رمضان برسان. خداوند تبارک و تعالی در محکم تنزیل می‌فرمایند: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. به تأکید که خداوند اقدام به تغییر در قومی را نمی کند مگر اینکه خودشان اقدام به این کار کنند. خداوند که از بالای عرشش پایین نمی آید که ما را با دستان خودش از اینجا بلند کند و آنجا بگذارد و اینطوری کمکمان کند، بلکه خداوند قدرت فکر و استعداد و اراده و ابزار و وسایل کار را در اختیار ما گذاشته. پس باید به کار بگیریم تا قوی، پیروز، موفق و رستگار شویم. این همکاری به مسلمانی و غیر مسلمانی ندارد، بلکه به علتها و اسباب مرتبطن و تنها با نشستن توی مسجد و دعا کردن بدون تلاش و حرکت و با نفرین کردن دیگران محقق نمی شود. دعا کردن تنها و بدون اخذ بالاسباب و تلاش و حرکت و مشورت صاحب نظران و متخصصان در حقیقت یک نگاه قاصر و نوعی مفتخوری و راحت طلبی و تنبلی است و نتیجه‌ای را به همراه نخواهد داشت. دین ما دین زنده و پویا و نشاط و شادابی و تلاش و حرکت و تخصص و علم و عمل و بعد توکل و دعاست. خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که به خاطر ما و رضای ما تلاش و مجاهدت کردند، ما آنها را به راه‌هایی که به ما منتهی می شود هدایت می کنیم و به تأکید که الله متعال همراه نیکوکاران و محسنین است. ماه مبارک رمضان ماهی است که فضیلت و بزرگی و برکتش بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. ماهی که می توانیم به لطف پروردگار آن را بهانه‌ای برای یک شروع و آغاز خوب و حقیقی و واقعی در زندگیمان قرار دهیم. شروعی محکم و با صلابت همراه با پایداری و استقامت. برادران و خواهران عزیز و گرامی، دوستان خوبم، باید یک بار برای همیشه تصمیم درست و صحیح عمرمان را بگیریم و درنگ و تأخیر هم نکنیم، چون وقت خیلی تنگ و کم است و ملک الموت هم بالمرصاد کمین گرفته. اذا عزمت فتوکل علی الله. اگر تصمیم گرفتی و عزم و اراده کردی پس بر خدا توکل کن.
باید اقدام جدی برای تغییر کرد، تغییر خود، خانواده و جامعه، اقدامی برای خلاص شدن از بند جهل و گمراهی و شرک و کفر و غفلت و بی‌مسئولیتی و بی‌بندوباری و فسادی که زندگی ما و فرزندان و دوستان و برادران و خواهران مسلمان ما را تهدید و هدف قرار داده و ما و جامعه را به تباهی و نابودی می‌کشاند. اللهم ان كنت كتبتنا عندك شقيا ومحروما فامح عنا واكتبنا عندك سعيدا ومحظوظا. پروردگارا، اگر تو ما را نزد خودت محروم و شقاوتمند نوشته اید، پروردگارا آن را پاک و محو بفرما و ما را نزد خودت سعادتمند خوشبخت بنویس، چون ما خواهان سعادت و خوشبختی هستیم و تصمیم خود را گرفتیم و عزم را جزم کردیم و برای سعادت خود و خانواده و جامعه تلاش خواهیم کرد. خدایا کمکمان کن. پروردگارا، تو از هر گونه ظلم و بی‌عدالتی پاک و منزهی. سبحانک یا رب. این تو نبودی که ما را شقاوتمند و محروم ساختی، این تو نبودی که ما را شقاوتمند و محروم خواستی، بلکه این خود ما بودیم که دچار غفلت شدیم و از جاده ثواب و راه سعادت و خوشبختی دور شدیم. پروردگارا، ما خواهان تغییر هستیم، پس رمضان را سرآغاز تحول و تغییر ما قرار بده، تغییری برای مبارزه و آزاد شدن از بند و اسارت شیاطین انس و جن، تغییری برای پیشرفت، تعالی، ترقی و عزت و سربلندی، تغییری برای رسیدن به رضای تو ای الله ذوالجلال و الاکرام و نیل به بهشتی که پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است و فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. و در آن بهشت پهناور چیزهای الله تبارک و تعالی برای بندگانش آماده و مهیا ساخته که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و نه بر قلب بشری هم خطور کرده. سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. پروردگارا، ما را از دروازه بهشت که نامش ریان و مخصوص روزداران است به فردوس اعلی داخل بگردان. این ماه عجیبی است، همه به نوعی خوشحالند، همه مشتاق آمدنش هستند و روز شماری میکنند و از همدیگر میپرسند. حتی بچه های کوچیکی که به سن تکلیف و بلوغ نرسیده اند میپرسند مامان جون کی رمضان می آید؟ چرا این همه دل مشغولی و شور و اشتیاق و پرسجو؟ چون ماه رمضان مهمانی عزیز و دوست داشتنی است که از جانب پروردگار ما می آید و بسیار مبارک و فرخنده و میمون است. لذا در این ایام پایانی ماه شعبان قلبهای تشنه و عاشق بیقرار می شوند و به تپش می افتند و نوعی احساس خاصی و عجیبی پیدا می کنند، چون رمضان ماه نوید بخش آرامش و رحمت و مغفرت الهی است و همه به آرامش و رحمت و مغفرت الهی نیازمند. ولی افسوس و صد افسوس که قدرش را نمی‌دانیم. رمضان‌های زیادی را سپری کردیم و تغییر آنچنانی در ایمان، اخلاق، عبادت، تقوا و انگیزه ها و اهدافمان ایجاد نشده است. واقعا این نکته قابل تأمل است. قبل از رمضان همش دعا می کنیم خدایا ما را به رمضان برسان و رمضان را به ما برسان و ما را از آن بی نصیب مگردان و به ما توفیق عنایت فرما تا بتوانیم از فضائل و برکات آن بهره‌مند شویم. اما وقتی فرا می رسد، وقتی که باید آستین و ساعد جد را بالا بزنیم
و کمر همت را ببندیم سست میشویم و در جا میزنیم و همه چیز را فراموش میکنیم و ماه مبارک رمضان برای ما مثل سایر ماه‌های سال عادی و یک نواخت و بیروح می شود. پناه بر خدا. پروردگارا، ای فرمان روای دلها، ای کسی که دلهای بندگان بین دو انگشتان اوست و یقلبها کیف شاء، به داد دلهای من برس. دلهای من خشکیده شده، باران رحمتی را از ایمان و انگیزه و امید و حرکت و تلاش و مجاهدت و شور و شوق و رغبت بر دلهای من ببار و دلهای من را زنده کن و به حرکت در بیاور ای مقلب القلوب والابصار، ای چرخاننده دلها و نگاهها، ای الله ذوالجلال والاکرام. اللهم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل. پروردگارا به تو پناه میبریم از عجز و ناتوانی و از کسالت و سستی و تنبلی و از جبن و ترسویی و از بخل و کمکاری. اللهم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم. پروردگارا به تو پناه میبریم از شر شیطان رجیم رانده شده از رحمت و درگاه تو که همه این وسوسه ها از جانب اوست و راضی نمی شود نعمت ها به کام بندگان تو باشد و فرجام نیک داشته باشند. پروردگارا ما را به رمضان برسان و رمضان را برای ما حفظ بگردان و استقامت و پایداری را عنایت بفرما و شیطان و شیطان صفتها را از ما و فرزندان و دوستان و تمامی برادران و خواهران ایمانی ما و سرمایه ها و نعمت های ما محروم و ناامید و بی‌نصیب بگردان. بدون شک رمضان ماه عزیز و بزرگی است، پس ماهی به این عظمت و بزرگی حق این را دارد که ما عظمتش را درک و احترامش را نگه داریم. حق این را دارد که او را گرامی بداریم و اکرام کنیم، روزهایش را روزه بگیریم و در حالی که روزه هستیم با جدیت تمام به فعالیت‌های مباح و مجازی که خداوند اجازه داده بپردازیم، اما غافل از عبادت و بندگی خدا با شرکت در نمازهای جماعت و حلقه‌های قرآنی و علمی و همچنین صله ارحام و رسیدگی و خدمت به خلق خدا نباشیم و تلاش کنیم چشم، گوش، زبان، قلب، فکر و سایر اعضا و جوارح خود را از گناهان و منکرات و معاصی و نافرمانی خدا دور بداریم و شبهایش را هم با شرکت در نمازهای جماعت و نمازهای سنت مثل تراویح، وتر، قیام و تلاوت قرآن، ذکر، دعا و مناجات و تفکر و تدبر در آفاق و انفس خودمان را تقویت و اوقاتمان را پربار بسازیم و تا میتوانیم توشه بگیریم و بهترین توشه تقواست خداوند تبارک و تعالی میفرمایند و تزودوا فان خیر الزاد التقوی، و توشه بگیرید پس بهترین توشه تقواست. رمضان حق این را دارد که اخلاق و رفتار و سلوک من را تغییر دهیم. رمضان ماه پربرکتی است، پس شایسته و زیبنده انسان مؤمن است که این فرصت را مغتنم شمرده و زندگی خود و خانواده و جامعه را با برکت سازد و نباید با غفلت و گناه و عصیان و نافرمانی خدا اعتبار و آبروی خود و خانواده و جامعه را تباه و نابود بسازد. ثانیه ها، دقیقه ها، بلکه ساعت ها مثل باد می گذرند و دیگر هرگز بر نخواهند گشت و زمان هم برای ما و به خاطر ما توقف نمی کند. در حقیقت این عمر ماست که سپری می شود و هر روز که می گذرد
ما را به اجلمان نزدیکتر و نزدیکتر می کند. شب و روز در ما کار می کنند، پس ما هم باید زرنگ و هوشیار باشیم و در شب و روز کار کنیم و از خداوند مدد بخواهیم. حکیم عرب می گوید الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. وقت چون شمشیر است، اگر اون را قطع نکردی تو را قطع خواهد کرد. خداوند خورشید و ماه و شب و روز را در پی هم قرار داده تا اگر بندی بخواهد ذکر و شکر خدا کند برایش میسر باشد. خداوند تبارک و تعالی در سوره فرقان به این معانی اشاره می کنند و می فرمایند و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. پس تا زمان هست فرصت هست، اما زمان تنها هم کافی نیست. باید در کنار زمان سلامت و عافیت هم باشد تا زمان کارساز شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی می فرمایند نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة و الفراغ. دو نعمت هست که خیلی از مردم از این دو نعمت خسران و زیان می بینند، سلامتی و فراغت. در اینجا این سوال مطرح است که از سلامتی و فراغت خود چه استفاده‌ای میبریم؟ این دو نعمت لازم و ملزوم همدیگرند. اگر سلامتی نباشد زمان به چه دردی میخورد؟ و اگر زمان هم نباشد سلامتی چه معنایی دارد؟ پس امروز که هر دو را داریم قدر شناس باشیم قبل از این که هر دو را از دست بدهیم. شاعر عرب میگوید الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. ای کاش یه روزی جوانی برمیگشت تا بهش خبر میدادم که پیری با من چه کرده. پناه به خدا از این که این همه استعداد، نعمت، امکانات، ظرفیت و فرصت را داشته باشیم و شاهد این همه نابسامانی و ناکامی و ناموفقی باشیم. چقدر دردآور است. این چه نوع محرومیتی است؟ این شدیدترین و سختترین و دردآورترین نوع محرومیت است. اگر کسی ندار باشد این محرومیت طبیعی است، هرچند که دشوار است. اما اگر کسی دارا و توانمند باشد و در اوج دارایی و توانمندی محروم و ندار باشد، این چیست؟ آیا این خاتمه به خیری است؟ به خدا قسم نه، این سوء خاتمه هست. والعیاذ بالله. عمر ما و شما خیلی کوتاه است. عمر ما و شما خیلی کوتاه است. پس بیایید با غفلت و معصیت آن را کوتاه‌تر نکنیم. هر دقیقه‌ای که می‌گذرد در دفتر اعمال ما ثبت می‌شود و به حضور خداوند متعال می‌رسد. در چه ماهی؟ ماه مبارک رمضان. حال باید از خود بپرسیم دوست داریم این اعمالی که از جانب ما به درگاه خدا در ماه رمضان عرضه می‌شود چی و با چه نیتی باشند؟ انتخاب با خود ما و شماست برادران و خواهران عزیزم. خداوند تبارک و تعالی در سوره ملک می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خداوند متعال در این آیات بیان می کنند که هدف از خلقت مرگ و زندگی ابتلا و امتحان است که کدام یک از ما و شما نیکوترین و بهترین عمل را انجام می دهیم. پروردگار را توفیق بهترین استقبال و بهترین و نیکوترین اعمال را در ماه مبارک رمضان عطا بفرما. پروردگار ما را در ماه مبارک رمضان
از جمله بیدار شدگان و هوشیار شدگان و آگاه شدگان و قبول شدگان و مغفرت شدگان و رحم شدگان و نجات یافتگان و سعادتمندان و رستگاران بگردان. پروردگارا رمضان را توشی نه برای 1 سال ما بلکه برای 1 عمر قرار بده. پروردگارا ما را از رمضان راضی و خوشنود و رمضان را از ما راضی بگردان. پروردگارا توفیقات و برکات شب قدر را نصیب من بفرما. پروردگارا در ریانی که بهشت پروردگارا در ریانی که در بهشت مخصوص روزدارانه است و به فردوس اعلی باز می شود بر روی ما بگشای و ما را از این در به جنت الخلد خودت داخل بگردان و دیدار خودت را عنایت بفرما. پروردگارا رمضان را ماه بازگشت بندگانت به سوی خودت و ماه نصر و پیروزی بزرگ امت محمد صلی الله علیه و سلم قرار بده. پروردگارا رمضان را سالهای متوالی و زمانهای متعدد به سوی ما بر بگردان. پروردگارا ما به خاطر ماه مبارک رمضان از تو تشکر و قدردانی و سپاسگزاری می کنیم و از تو به خاطر همه گناهان و تقصیراتمون عذرخواهی می کنیم. پروردگارا ما از همه عزیزانی که در طول زندگی ما را یاری کردند یا خدماتی چه مادی چه معنوی برای ما اراده دادند، پدر، مادر، معلم، شاگرد، همسر، فرزند، دوست، رفیق، خواهر، برادر، همه تشکر و قدردانی میکنیم و برای همه آنها دعا میکنیم و میگوییم خدایا همه را مورد رحمت و مغفرت قرار بده و حسن الخاتمه نصیبشان بفرما. و جا دارد همین جا در آغاز این ماه عظیم و مبارک از همه عزیزانی که به مدت 2 ماه متوالی بدون وقفه و بدون هیچ چشم داشتی فقط به خاطر خدا و نودوستی در این روزهای سخت تهاجم ویروس کرونا به برادران و خواهران هم نوع خودشان در سراسر جهان خدمات انسان دوستانه و خداپسندانه دادن تشکر و قدردانی می کنم. خصوصا جامعه پزشکی و پرستاری و داوطلبان و مجاهدان عرصه سلامت که ایثارگری و فداکاری و از جان گذشتگی را در عالی ترین سطوحش به نمایش گذاشتند، آن هم در روزهای سختی که همه از ترس و وحشت و احساس خطر و ناامنی، حتی علمای دینی و روحانیونی امثال بنده که این همه روی منبر درباره ایثار و فداکاری و از جانگذشتگی و توکل و نودوستی صحبت می‌کردند، میدان را خالی و صحنه را ترک و در خانه‌ها مخفی و متواری شدند، به جز تعداد اندکی که به طور فعال حضور پررنگ داشتند و در کنار مردم و پزشکان ایستادند، همه با لباسهای سفید، فرشته‌های نجات در قالب انسان‌ها در صحنه بودند و به مردم امید می‌دادند و آنها را مداوا می‌کردند. درود و رحمت بیکران خداوندی بر شما باد ای مردان و زنان سربلند و فداکار. ای پزشکان و ای پرستاران عزیز و دوست داشتنی. و همچنین جا دارد از مردم خوب و دوست داشتنی محلمون، سوروی بندر عباس، خصوصا جوانای عزیز، خواهران و برادرانی که وقت، مال، جان و سلامتشان را در کف دست گذاشتند و به کمک مردم شتافتند و هیچ وقت ترس، خستگی و ملالت به آنها در راه خدمت به هم نوعان و هم محله خود راه پیدا نکرد و اخلاص و ایثارگری و از جان گذشتگی را در بهترین نوع ممکن به نمایش گذاشتند.
و در کنار این عزیزان خانواده های عزیزی که پشت صحنه در طول این مدت غذاهای گرم، صبحانه، نهار، شام و میان وعده ها را تدارک می دیدن و از تمامی اعضای ستاد مردمی کرانا در محله و هیئت رئیسه باشگاه فرهنگی ورزشی اروند و انجمن خیریه خاتم النبیین بندر عباس سورو و همه عزیزانی که در تهیه و توزیع سبدهای کالای مهربانی و نودوستی و همه برادران و خواهران عزیزی که در تهیه پارچه و دوخت و توزیع ماسک مشارکت داشتند، از همه و همه به خاطر همه محبت‌هاشون و همراهی‌هاشون تشکر و قدردانی می‌کنم. خداوند تبارک و تعالی در آغاز این ماه مبارک به همه شما ایثارگران عرصه خدمت استقامت، پایداری، عزت، سربلندی و رستگاری و خاتمه به خیر عنایت بفرماید و با فرارسیدن این ماه عظیم خداوند به همه شما عزیزان عافیت، سلامت، امنیت، آرامش و رحمت و مغفرت عنایت بفرماید و همه را از فضایل و برکات این ماه مبارک بهره‌مند بگرداند و در خاتمه اگر در طول دوران آشنایی و بعضاً همزیستی با هم از بنده که من عضو کوچکی که از شما هستم خطایی یا تقصیری یا کوتاهی سرزده که قطعاً سرزده و مایه رنجش خاطر مبارک شما برادران و خواهران خوبم شده، جداً از همه شما عذرخواهی میکنم و حلالیت میطلبم و برای همه رمضان و روزهای خوبی و برای همه رمضان و روزهای خوبی سرشار از سلامت و عافیت، ایمان و امنیت، معرفت و هدایت، علم و عمل و صفا و صمیمیت و رستگاری و پیروزی و سعادت و خوشبختی از خداوند منان مسئلت دارم. رمضان مبارک. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما برادر کوچکتون محمد صالح پردل و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.